وقتی شما اطراف مقعد، اطراف لابیاها، اطراف پرینه یا هر نقطه‌ای از بیکینیتون زایده‌ای دارید، این زایده‌ها فقط نمیتونن حالا توی دهانی رحم و داخل باشن، باعث ایجاد کانسرها بشن و باعث سرطان‌زایی بشن. اینها میتونن حتی روی همون قسمت وول و پوست اون ناحیه هم باعث ایجاد یک سری کانسرهایی بشن که در ادامه براتون تصاویر رو میذارم. بعضی از این زایده‌ها نیازمند جراحی هست که ریموو بشن از اونجا و اگر زایده‌ای دیدید لطفاً روش رو به هیچ وجه با ژیلت ندارید برداشتن. با ژیلت به معنی این نیست که شما اون زایده رو برداشتید، بلکه دارید تکثیرش می‌کنید، روی زایده رو باز کردید و لطفاً اقدام نکنید نمیدونم سرکه بزنید و اینجور چیزا. بعضی وقتا زایده خیلی ریشه دار هست و نیازمند یه سری روش‌های تهاجمی تر میشه و میگم پس وقتا اصلا نیازمند جراحی هست و کل لابیاها رو میپوشونه و میتونه باعث ایجاد کانسر وولو و پوست اون قسمت بیکینی شما بشه. پس حتما اگر چنین زایده‌هایی داشتید از روش‌های مطمئن برای ریمووش استفاده بکنید که بهترین روشش کرایو هست. کرایو خیلی تاثیر خوبی داره روی زایده‌ها.